در این حد وسیله گذاشتیم آوردیم تو هست. آره سعید لختش قشنگ. روز دومه که ما توی این خونه ایم. تختمون هم در حال درست شدنه. دستگاه کافیمو بذارم و وسایل کافی اینام اینجا باشه. هوا هم امروز خیلی عالیه، خیلی. بریم از اون بر ببینیم. سلام به شما، احوالتون چطوره؟ اومدیم بیرون، یه سری خرید داریم میرسه. برو تو. خوبشه دیگه بشنن. این دستم اومده با جلو دوربین، ببخشید. داره با تمام وجود میخوره. فکر کنم چقدر خوشگله، خوش رنگه. صداشو نمیشنوین اونا؟ میگم ها؟ آره دیدی؟ خوشگلن اینا. ای نه اینم نازه. اینو نگاه کنیم چی جوره خوابی. خب امشب اول شبیه که تو خونمونی و اینکه فعلا یه سری وسایلمون رو گذاشتیم، بعد دیگه حالا تا بیشتر بچینیم. فعلا در این حد وسیله گذاشتیم آوردیم تو. دیگه خیلی خسته شدیم. آشپزخونه رو تا یه حدی چیدم ولی بازم هست. آره سعید لختش قشنگ. فعلا اینم از اتاقمون. اینجا رخت خوابمون فعلا اینجوری گذاشتیم تا بعداً درست کنیم. تخت اینوری بذاریم که بتونم کنار تختیارم بذارم و تا بعداً که درست کردم بیشتر فیلم بذارم. حالا اینم از امشب. بره که فردا، یعنی امروز سه‌شنبه است، فردا چهارشنبه دیگه. فعلا شب بخیر تا بموند دیگه دوباره برگردیم. امروز روز دومه که ما توی این خونه ایم. یعنی دیشب دیگه اومدیم خوابیدیم. میز زیر تلویزیونیمون هنوز نیومده، اینا رو واسش گذاشتیم فعلا بالا باشه و تختمون هم در حال درست شدنه. فعلا تا این مرحله پیش رفتیم ولی تا یه حدی من آشپزخونه رو چیدم. فعلا وسایلاشو گذاشتم بیرون تا این ور رو درست بکنم. میخوام این قسمت اینجا چیزا رو بذارم، دستگاه کافیمو بذارم و وسایل کافی اینام اینجا باشه. فکر میکنم خوب باشه. حالا ظرفا رو بشورم. فقط یه دونه جا ظرفی دارم، البته یه دونه جا ظرفی میخوام که ببینم جا ظرفی رو اینجا بذارم کجا بذارم. یه ذره بعد این دستگاه هم مشخص بشه، خلوت بشه تا ببینم میخوام کجا بذارمشون، چون که اون میز بعد خلوت بشن اونجا بعد درست بشه تو حال که من اینا رو بذارم. بعد این ور که خالی بشه از اینا جا به جا میکنم. و هوا هم امروز خیلی عالیه، خیلی. بریم از اون بر ببینیم. این بر که این برم از این طرف. چند نفرم اینجا داشتن الان گلف بازی میکردن که الان نیستن، رفتن فکر کنم دیگه موقع نهاره. سلام به شما، احوالتون چطوره؟ خوبی؟ این اصلا غذا نخورده. دیشب تا الان بیقراره، جاش عوض شده. دیشب تا الان غذا نخورده و امروز هم که الان بلند شده بازم هیچی نخورده. جای دستشویش همه چیزش اصلا قاطی پاتی کرده، اصلا نمیدونه کجا بره کجا بیاد. یه سری چیزا رو که میشناسه مثلا سمت اونا میره. اینجا مثلا این جای خوابش رو دوست داره با اون یکی. بعد یه مورد دیگه همش هی میخواد بره تو بالکنی زیرش اینجاش بازه، بغلاش هم بازه، قشنگ بغلاش بازه راحت، مثلا به اندازه اینکه سیمبا رد بشه. قشنگ یه سگ بزرگ میتونه راحت از بغلاش رد بشه. نمیدونم حالا چرا اینجوری باز گذاشتن. بره میترسیم بره بیرون، داستان داریم هی بهش میگیم نه سیمبا
هی بهش میگیم نکن. درسته؟ اینم از امروز. برم حالا ببینم غذا چی میخوام درست کنم، یه نهار چیزی درست کنم و دوباره براتون بذارم. سلامی دوباره. ما امروز یه ذره استراحت کردیم، البته باکس و اینامون رو باز کردیم و استراحت کردیم، اومدیم بیرون یه سری خرید داریم همگی با هم. بعد اینجا تو خالی کافی گرفتیم بخوریم، وقت نکردیم دیگه خونه چای اینا بخوریم که بتونیم به کارام برسیم. بعد کافی که گرفتیم برای سیمبا هم یه چیزی گرفتیم، انقدر دوست داره. پارمی بهش بده سیمبا. استارباکس داره مخصوصه. سیلاش هم همش سری اول که واسش گرفتیم اینقدر هول کرد، با دماغ رفت توش. دماغ قربونه برم. چشش یکم حساسیت داده بود امروز ولی خوب شده. سو فکر نمی‌کنم دیگه خوشمزه است این. سو چقدر زبونه نمیرسه. برو تو. خوبشه دیگه بهش نده. خب بزن بریم. بخوره آب میشه خراب میشه. میانم دیگه نباید بخوره. یه آپارتمان هم خوشگلم ولی این ویو رو دوست ندارم. وای دماغش هم کریمی شد. خوش. نه دماغش چسبونه به این. سیمبا بذار سرش بیاره بیرون. نگاه داره میکنه، میگه نیازی ندارم بیام بیرون تا بفهم چی بگه بگی. دماغش. اینم آقا سعید. ای دستم اومده با جلو دوربین، ببخشید. چی شده؟ تهشو نمیتونی بخوری؟ همون بیارش بالا. آفرین. سیمبا بسه. I know. اوکی that's enough ببین. نه دیگه واقعا بستشه. بده چقدر آخه مونده توش که بستشه. ما اومدیم اومدم اینو نگاه کردم چقدر خوشگله، خوش رنگه. چشم خورد به این، گفتم وای. و سعید گفت فرشته بسه دیگه 4 خونه. من سر اون یه دونه پستم هست که برام یه دونه چیز گرفته، واسم یه دونه کتری برقی گرفته، خیلی خوشحال میشم. حالا 1-2 نفر به گوشم رسید که گفتن وای مگه مثلا چقدر قیمتشه؟ گفتم $200 قیمتشه. آره تو مثلا به خاطرش اینقدر ذوق کردی؟ نه ببینی آدما یه موقعی میبینیم واسه یه دونه گلم خیلی ذوق میکنن. چقدر خوشگلن اینا. آدم واسه یه دونه گلم ذوق میکنه وقتی که دلش اون گله رو واقعا از ته دلش بخواد. من خیلی دوست داشتم اونو بگیرم، بس سعید میگفت بس دیگه 4 خونه نمیذاش. وقتی که سورپرایزم کرد برام گرفت خیلی خوشحال شدم. اینا همه تخفیف خوردن. اوه خانواده پشت من چاینیزم، چینی انقدر دارن حرف میزنن، دارن روانی میکنن. صداشونو میشنوین؟ اونا انگار بیرد انگار پرنده ها دارن چیز میکنم. میگم صدای اون چند تا چاینیزه انگار پرنده ها دارن. وای من که برگشتم اینجوری گفتم یه خانمه اینجا میستاده بود، خانم ایرانی بود، فهمید من. چه کوسنای خوشگلی. گل اینقدر دوست داشتم مثلا یه ترکیب گل خوشگل بلد بودم درست میکردم ولی اهلش نیستم مثلا گل. خب ما هیچ وقت تو خونمونم ساعت نداشتیم، از ساعت هم شانس نداشتیم. هر ساعتی گرفتیم یا شکسته یا خراب بوده دیگه، ناامیدمون کرده ساعت. میگم ها آره دیدی، میگم ما هیچ وقت از ساعت شانس نداشتیم، یا خراب بوده یا افتاده شکسته.
خب بزن بریم یه قسمت دیگه. خوشگلن اینا. الان اگه میخواستم مثلا نظر موافقه رو میپرسیدم، موافقه میگه اینا رو بگی. میخوام یه دوتا چراغ خوشگل بگیرم واسه این ورور تختم. بعد اینا رو انتخاب کردم. این سعید میگه چرا زشته، ولی نمیدونم چرا حس میکنم یه حس آرامش داره، خیلی خوشگله. دونه این $40. ای نه اینم نازه، اینم خوشگله. اینا رو ببینم، یه به نظر من فصل دارن دیگه، حالت بهاری هن. وای خدا، ازش هم 2 تا داره. من برم ببینم چی میخرم، برمیگردم. ما کارامون رو کردیم، اومدیم اینجا گفتیم شام بخوریم. دیرم اومدیم، هیچکی نیست. سیمبا هم ما داریم الان انتخاب غذا میکنیم. چه خوشگله، خوشمزه است. این خیلی خوشمزه است، ولی غذای من یه چیز دیگه از حالا نشون میده. سیمبا هم اونجا داره غذا میخوره، گفتیم سیرش بکنیم که غذا آمد نخوره، بگیره بخوره. سعی غذای منو میاری؟ همیشه میگیرم. این غذای مورد علاقه من توی رستوران دنیز. آقا این دست من انگشته میاد این جلو میره. پایمو نیاوردم. چی جوری خوابی؟ نه قربونت بیسم، قربونت بیسم. چه خواب بیدار شد. باشم با رفته نه صداش دار میاد. میز زیر تلویزیونی رو درست کنیم. اومده در حین دیدن بازی هم هستیم. سفید عکسش رو اینجا براتون میذارم، قراره این شکلی بشه. جنسش هم اینجوریه. کار کنم؟ آره من بخونم. یه طرف من از شماره 1 میخونم، قراره این شکلی بشه. سعید درستش کنه. البته این شماره 15 و 16 این بره، از این بر شروع میشه. چرا ببینم این لایتشه. از اینجا بریم ببینیم چجوری درست میشه. تا این مرحله پیش رفتیم، خیلی به نظرم خوب پیش رفتیم. نه؟ آره مهندس جزیره داره میره. خیلی سخت بود، انقدر این تصمیزا داشت. دوست داشتم دوربین رو بذارم همینجوری فیلم بگیره داریم درست میکنیم، ولی گفتم شاید پر بشه. این پشتشه، اون بر جلوشه. بعد دیگه حالا برچسب و اینا هم پلاستیک داره، برای این پلاستیک ها رو بکنیم. با چه پیچی اینا رو بسته میشه؟ الان بهت میگم، برم کمک کنم. تموم شد؟ بله بالاخره تموم شد. خب بیام فیلم بگیرم اینجوری پوستشو بکنی؟ پوست چیشو بکنی؟ ها؟ این چیز چیه؟ یه حالت سلفون روش اینجوری میکنن، اینجوری صدا میده. بگم پوست چیه؟ سلام مامان قشنگی، سلام قشنگی، سلام قشنگی. سیما اوه چقدر چرکی تو با اون قیافت، باید بری همون. بالاخره پوستش رو میخوایم بکنیم. حالا هی میخوایم از این مدلا بکنیم که آره اینجوری میخوایم بریم گیر میکن. آره برو. دیدی اینجوری خوشگل تره. چی بود اون روش بود؟ انگاری پراید خریدی هنوز.
پلاستیکای پراید رو صندلی ماشینه. آها ایول افتتاح می شود الان دیگه. سعید داره پرده رو میزنه. بالاخره پرده بس میشه. خب منم که برم سراغ خریدامونو بردارم. خب اینم از چیده شده وسایلمون تا یه حدی. این پرده رو زدیم، هنوز قاب باید بره به دیوار ولی هنوز نزدیم. اینجا باید فرش بگیریم ولی اتاق خوابا رو چیدیم، اتاق خودمون چیدیم، اتاق بچه ها چیدیم، وسایل آشپزخونه رو چیدیم. من اینا همه رو مرتب میکنم، بعد یه فیلم کامل واسهتون توی قسمت بعدی میذارم از هوم تور خونه، یعنی کلن همه خونه رو بهتون نشون بدم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. تا ولاگ بعدیمون که خونه رو کامل براتون بذارم. خدا نگهدار. بای بای. دوستتون دارم. این قلب برای شما. آره میخوای بیارم الان؟ آره بذار یه دقیقه اینا رو در بیارم. نمیخوام بشورمشون بعد آویزون کنم. چروکم همین الان یه دقیقه میشورمشون بهت میدم.